قاری گلحیدر شفق والی جوزجان گفت تمام کار و فعالیت‌های ادارات دولتی مطابق به قوانین شریعت اسلامی به پیش برده می شود. وی این موضوع را در یک برنامه با مسئولین ادارات دولتی که این برنامه تحت عنوان ویژگی‌های یک اداره سالم از سوی اصلاحات اداری و خدمات ملکی دایر گردیده بود بیان کرد. والی مقام ولایت میگوید در نظر داریم تا من بعد تمام کار و فعالیت‌های ادارات دولتی مطابق به قوانین شریعت اسلامی به پیش برده شود. وی افزود تعصب، قوم پرستی و نژاد پرستی در نظام اسلامی هیچ جا ندارد و به هیچ فرد اجازه نمی دهد که به نام قوم، زبان و ملیت افراد را به ادارات دولتی استخدام و یا منفک نماید. اداری یا فساد اخلاقی داخل شود، چرا که یک برنامه امارت اسلامی باز می شود و دیگر بعضی کارها در اینجا اینطور هم هستند که کنیم ما شما میبینیم در بعضی ادارات منفکی یک مجاهد، یک آدم تکړه آدم، خوب آدم که اداره کنترل میکنه و خدمت میکنه او کشیده میشه از اداره نزدیک از مرکز در دور روان میشه در جای او اندیوان خودگی خود میارن. باید ما شما از این اجتناب بکنیم. هر کسی که غفلت وظیفوی نداشته باشد اداره کنترل میکنه و به اداره و به ملت و به وطن خوب خدمت میکنه، همون دوست ما شماست، همون اندیوان ما شماست. مولوی نور محمد طالوت آمر اصلاحات اداری و خدمات ملکی ولایت جوزجان میگوید در جریان یک سال گذشته بیش از 250 بست ادارات دولتی را بر رقابت آزاد گذاشتند. طالوت می افزاید پس از این جلو بیروکراسی در ادارات دولتی گرفته می شود و بست های ادارات مطابق طرز العمل و هدایت جدید که از سوی بزرگان امارت اسلامی صادر می شود بر رقابت آزاد گذاشته خواهد شد. خدمت شما در رابطه بر تقرری ها تا به حال البته ما از طریق کمیته به اصطلاح از طریق رقابت آزاد استخدام کرده هستیم و بسته هایی که البته حکما مستقر شده استخدام شده است اونها بجز اونها دیگه ما برای فعلا پروسه ما همین هست که از طریق رقابت آزاد ما به اصطلاح هر مأمور و کارمند را استخدام می‌نماییم که نظر به اون شایستگی و اهلیت و لیاقت هست. جمشید محمدی کارشناس آمریت اصلاحات اداری و خدمات ملکی میگوید پس از روی کار آمدن امارت اسلامی در کشور بیش از 500 بست خالی ادارات دولتی این ولایت را بر رقابت آزاد گذاشتند و افراد را به اساس لیاقت و تواناییشان استخدام نمودند. محمدی می افزاید پس از این نظر و طرز العمل جدید امارت اسلامی بست های 3 تا 8 ادارات دولتی بر رقابت آزاد گذاشته خواهد شد. از روزی که از پیروزی امارت اسلامی افغانستان به این سو ما تقریبا 500-600 نفر از طریق رقابت آزاد استخدام کردیم و استخدام از طریق رقابت آزاد به این معناست که ما توانسته باشیم یک شخص لیاقت و شایستگی را انتخاب کرده باشیم. نظر به طرز عمل جدیدی که از طرف رهبری امارت اسلامی افغانستان بر اساس ما قرار گرفته، از این به بعد تمام بست‌های ادارات دولتی از بست 3 الی 8 از طریق رقابت آزاد استخدام میشه. از سوی هم مسئولان محلی جوزجان میگویند راه اندازی برنامه‌های آگاهی دهی به مسئولان ادارات دولتی و استخدام افراد از طریق رقابت آزاد در بست‌های ادارات دولتی جهت پیشبرد امور ادارات دولتی مؤثر است.